شمایی که الان دارید این ویدیو رو میبینید ممکنه استرس ارگانهای بدنتون رو درگیر کرده و سلامتیتون رو ازتون گرفته. پس برای اینکه بتونی بهتر استرست رو مدیریت کنی تا انتهای ویدیو رو ببین و برای حمایت از ما لایک کنید و نظر ارزشمندتون رو با ما در میون بذارید. استرس فشار خون و ضربان قلب ما رو افزایش میده. دستگاه گوارش رو به هم میریزه و دستگاه ایمنی بدن رو سرکوب میکنه. استرس همچنین ذهن ما رو از کار میندازه، زیرا هنگام احساس استرس خون از جایگاه‌های منطق و استدلال در مغز دور و به سمت ماهیچه‌های بدن گسیل میشه. روشنه که استرس مزمن برای ما خوب نیست. پس از واکنش استرس‌آمیز بدن برای بازسازی خود نیازمند زمان تا هورمون‌ها و پیام‌رسان‌های عصبی مصرف شده را جایگزین کنه، وگرنه تعادل اونها در بدن به هم میخوره و در نهایت به از کار افتادگی بدن میانجامه که میتونه پیامدهای بسیار خطرناکی داشته باشه. برای احساس هوشیاری و سرزندگی و تماس با خود و دنیا همواره روش‌های بهتری از وابسته شدن به معجون بیوشیمیایی استرس وجود داره. ما نمیتونیم از تنگناهای زندگی دور بشیم، پس چطوری میتونیم از پس اونها بر بیایم؟ پیش از هر چیزی باید روبرو شدن با تنگناها رو از روبرو شدن با آثار استرس جدا کنیم. معمولاً افراد برای مدیریت استرس چند روش اشتباه رو در پیش میگیرن. برخی خیال میکنن خو گرفتن به استرس بهترین روش روبرو شدن با اون هست، اما این گونه نیست. انکار کردن یکی از روش‌های مدیریت استرس در کوتاه مدته. روش دیگه سرگرم شدن با کار هست. این نوع اعتیاد و غرق در کار شدن بدون توجه به دستاوردهای اون هست که به شخص امکان میده اعتراضهای بدن رو نادیده بگیره یا توجیه کنه. دیگر راه‌حل‌های کوتاه مدت استرس عبارتند از گرایش به مصرف قهوه، چای، سیگار، الکل، داروهای آرامبخش و دیگر داروهای مجاز و غیر مجاز. اینها خود میتونه مشکلی بر مشکلات اضافه کنه. بهترین روش مدیریت استرس پرهیز از استرس است. معمولاً کسانی استرس بیشتری را تجربه می‌کنند که آزادی عمل کمتری دارند. آزادی عمل از تسلط بر دنیای درون به وجود میاد، نه از تسلط بر دنیای بیرون، چون که دنیای بیرون مهار شدنی نیست. کسانی که نیاز شدیدی برای تسلط بر دنیای بیرون احساس میکنن چندین برابر بیشتر تحت استرس قرار میگیرن، چون میخوان مهار اوضاع رو در دست بگیرن و این امکان وجود نداره. برای اینکه این موضوع رو بهتر درک کنیم دو محدوده رو برای خودمون در نظر میگیریم. محدوده تاثیرگذاری، محدوده‌ای که کنترل اون در دست ماست و میتونیم اثرگذار باشیم، و محدوده دیگه محدوده نگرانیه، محدوده‌ای که مهار اون در دست ما نیست و امکان مهار کردن اوضاع از دست ما خارجه. و افرادی که در این محدوده بخوان بر اوضاع تسلط پیدا کنن به دلیل ناتوانیشون دچار استرس میشن. پس یکی از بهترین راه‌های کنترل استرس خارج شدن از محدوده نگرانی و حضور در محدوده تاثیرگذاریه. روش‌های دیگه برای کنترل استرس و مدیریت اون اینه که هر روز حداقل یک مرتبه تکنیک ریلکسیشن انجام بدید. اهداف خودتون رو بازنگری کنید. این یکی از اقدامات عالیه که در درمان استرس و اضطراب کمک میکنه. شاید این سوال پیش بیاد که چطور بازنگری در اهداف میتونه به ما کمک کنه در رفع استرس و اضطراب؟ به دلیل الزام بر هماهنگی میان ضمیر خودآگاه و ناخودآگاه در مسیر هدف، بازنگری اهداف از اهمیت ویژه‌ای در کاهش استرس برخوردارند. برای انجام این کار مراحل رو به این شکل انجام میدیم. زمانهای بازنگری را از قبل مشخص کنید. در موعد مقرر و در مکان آرام سوالات زیر را از خود بپرسید. آیا با کارهایی که انجام میدم در حال نزدیکتر شدن به هدفم هستم یا دور شدن از اون رو دارم احساس میکنم؟ آیا از منابع کافی برای دستیابی به این هدف برخوردارم؟ چه منابع جدیدی رو باید تعیین کنم؟ آیا در حال حاضر این هدف مانند گذشته برای من اولویت داره؟
آیا این هدف کاملا با ارزش‌های مهمی چون صداقت، احترام، خانواده و سلامتی سازگاره؟ پس از پاسخ به این سوالات در صورت لزوم راهکارهای مناسب رو یادداشت و به اونها عمل کنید. یکی از اقدامات مهم دیگه برای کاهش استرس بستن پرونده های باز ذهنی خودمونه. این پرونده ها شامل افکار و برنامه هایی هستند که در ذهن ما انباشته شدن و هنوز هیچ کاری برای اونها انجام ندادیم. برای این منظور این مراحل رو انجام میدیم. تمام افکار و برنامه های خودمون رو در قالب جملاتی ساده و کوتاه یادداشت میکنیم. بهتره هر فکر و برنامه‌ای رو در کاغذ جداگانه و کوچک یادداشت کنیم. برای بررسی هر کدوم و با توجه به درجه اهمیت زمان تقریبی مشخص و یادداشت میکنیم. به یادداشت‌های خود نگاه کنیم و بر اساس زمانهای مشخص شده اونها رو اولویت بندی کنیم. برای برگه هایی که اولویت 1 تا 10 رو دارن برنامه ریزی لازم رو انجام بدیم و اونها رو ثبت کنیم. سایر برگه ها رو سریعا از بین ببریم و پاره کنیم. این کارها به خالی شدن ذهن از افکار و پرونده باز ذهنی و در نتیجه مدیریت استرس کمک قابل توجهی خواهد کرد. این سه راهکار میتونه استرس شما رو کنترل کنه و سلامتی شما رو تضمین کنه. امیدوارم که همیشه شاد و تندرست باشید.